السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما یک خواهش دارم که با همین سوال من جواب گردانید. من ستر عورت کردم. با من شوهرم میگوید که اگر ستر عورت نکنی فهمید که شما زن من نی. مادرم باشد میگوید که اگر ستر محکم کنید من شما را نه در دنیا میبخشم و نه در آخرت. من چیکار کنم؟ این خواهر عزیز با احترام زیاد مهرالدین نویسنده است. وقتی که شما خواهرای عزیز شوهر که میکنین، رسول اکرم میگوید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق بالای زنها بعد شوهر کردن این حق شوهر میست. دیگر پدر یا مادر بگوید که تو ترک ستر عورت کن، نعوذ بالله باور کن از دین بیگانه می شود. وقتی که با امر خدا تو چکار میکنی؟ تو مقابلیت نشان میدی. خدای تو در قرآن میگوید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذین و کان الله غفورا رحیما. ای محمد صلی الله علیه و سلم، با دخترهای خود، با زنهای خود، با زنهای تمام امت خود خبر بده که بالای سر خدا بپوشانند، گردنهای خدا پوشانند، پایهای خدا پوشانند، یعنی سطر عورت بجا بیارند. وقتی تو امر خدا در که مقابلیت نشان میدهی، مسلمانی تو کجا میشود؟ و این دختر حق دارد که سخن پدر و مادر اینجا قبول نمیکند، اگرچند شوهرم که نداشته باشد. حالان که وقتی صاحب شوهر شد سخن شوهر گذر دارد، سخن پدر و مادر گذر ندارد. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما که در دین اسلام خواهش داریم و کسیته های شما را گوش میکنیم و من میخواهم که سبق گیرم. من را پدر و مادرم نمیماند. من که حالی که خرد هستم گوید که من چیکار کنم. اگر شما خرد باشید برادر عزیز، از تعلیم قرآنم دور نشو و از خواندن مکتبم دور نشو. کاری کن که در مکتب با بهای اعلا خوان و تمام معلمه های تو از تو راضی باشند، نه بالای تو شکایت کنند. یعنی اگرچه یک مدت وقتت را در مسجد میگذرانی، یک قسم زیادی وقت در مکتب گذران کن. با درس های امروزه هم چکار کن؟ توجه زیاد داشته باشی. گر حال نیک خواهی، حضرت رومی میگوید پدر و مادرم میگوید، پدر و مادری که نمیخواهد فرزند او قرآن خوان شود یا نماز خوان شود، گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه. اگر شما حالت نیک فرزند بخواهید، اگر شما بخواهید که در آینده از این فرزندها راحت بینین، اینها را چیکار کنید؟ قرآن خوان کنید، علم دنیوی را نشانشان دهید و کسب و کار نشانشان دهید. گر حال نیک خواهی فرزند را همیشه آموزش برادر قرآن و خط و پیشه، زیرا که پیشه باید روزی که کار افتد، چون پیشه نداند بیل و کلند و تیشه. حضرت گفتن مادامی که اگر پیشه را یادش ندادین، یعنی کسب و کار نآموخت و ایرا قرآن خوان که نکردین، برای این گونه فرزند بیل و کلند و تیشه منتظر است. یا چون خط نداند یا پیشه نداند، پس گاو و خر چراند در کوه و در و پشته. وقتی از قرآن دور شید، از نماز دور شید، از علم دنیوی دور کی شد، زیب این گونه فرزند و زیب این گونه پدر و مادر همون بالای کوه چراندن گاو و خر است. گفتند حضرت سعدی میگوید بیامرز پرورده را دست و رنج. این فرزندی که در خانه تو پیدا شد، اینا شما علم آموزانید، اینا شما کسب دنیایی آموزانید، اینا خط خوانش کنید. بیامرز پرورده را دست و رنج، اگرچه دست داری چو قارون به گنج. اگر مثل قارون به دولت هم که باشی، باید فرزند تربیه کنی، باید فرزند کسب نشان دهی. میتواند این برادر ما
هم تعلیم مکتبش دوام دهد و هم آمده نزد ما تعلیم گیرد، قرآن خوان شود، انشاءالله از هر دو جانب وای برکت می‌یابد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر کفر نشود، از پدرم تو را بسیار دوست می‌دارم. خواهش التماس یک جمعه را درباره اهل دوزخ یا اهل بهشت صحبت می‌کردید، بسیار خوب می‌شد. سوال: خوراک دوزخیان چیست؟ چی را استعمال می‌کنند؟ البته خداوند همه ما و شما را از عذاب دوزخش نگه بدارد و از وارد شدن به دوزخش نگه بدارد و انشاءالله در باب این دوزخ و بهشت خدا خواسته باشد صحبت ها میکنیم. الحال من به شما خبر میدهم آیت را از خوراک دوزخیان که دوزخیان چی خوراک دارند. خدا میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. صدق الله العظیم. وقتی که این دوزخی ها تشنه می شوند از حرارت دوزخ، وقتی تشنه می شدند، تسقا من عین آنیه، از آب داغ، از آبی که خیلی گرمی و حرارتی وی هیچ دیگر حد و کنار ندارد، از همان آب حرارت دار در حلق آنها می ریختند. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ذریع. این دوزخی ها طعام نمیخورند مگر ذریع میخورند. مفسرای قرآن میگویند ذریع این یک علفی هست، یک خاری هست که هم تلخ است و هم بوی دارد، که این اشترها در همان عربستان میخوردند. این خار بویناک و تلخ خوراک دوزخی ها بدهند. وقتی پیامبر خدا میگد این آیت خواندن، مفسرای قرآن میگویند مشرکای عرب گفتند مادامی که ذریع همین خار که خوراک ما باشد باکی ندارد، اشترها را بینید همین خارها را میخورند، چقدر فربه هستند، چقدر چقان هستند. رسول اکرم چی گفتند؟ دوام آیت خواندن: لا یسمن ولا یغنی من جوع. این خاری که در دوزخ است، این خار بویناک و تلخی که در دوزخ است، لا یسمن، این فربه نمیکند، ولا یغنی من جوع، و گرسنگی شما را دور نمیکند، شما دائم گرسنه هستید. این از خوراک دوزخی ها. از این ده هم بدترش هم در آیات های کریمه آمدگی است که حتی آبشانه از همان زرداب زیناکارها هم میگویند که زیناکارهایی که در دنیا زینا کردند، وقتی اینها زرداب بدنشان که میریزد، این آب جمع می شود در دوزخ و برای دوزخیان استفاده می شود. اینجا یک شعر نویساندن، التماس همین شعرهایی که شما ایجاد کردین رحمت، لیکن همین شعرها و این شعرها ما باور کنید یعنی سزاوار هم نیستیم، قدر شعرهایی که مثال در اینجا این قدر وصف و صفت کردن. برای همین سوالش را میخوانیم. سلام داملای عزیز و عالی، قدر ما از شما خواهش میکنم که به سوالهای ما جوابهای درست دهید. سوال ما چنین است: در یگان پنجشنبگی دعا کنن در دسترخوان کارچه باشد درست است؟ این کارچه دمیره دعا را نمیگیره. در پنجشنبگی دعا کردن با بودن کارچه و نبودن کارچه هیچ حاجت نیست. تا حال همون عقیده های کهنه و عقیده های باطله که هستن همینا تا حال در معنی سر ما و شما جا دارن. اگر با پیش نماز گذارن نمازت قبول می شود یا نه؟ البته نماز قبول می شود نمی شودش این نزد خداست، لیکن نماز شما را نمی برد. یعنی بعضی آدمایی هستن که از پیشون آدم میگذرد در حال چیکار میکنن؟ میگن نماز من بریده شد. نه، نماز بریده نمیشود، نماز فاسد نمیشود، ویران نمیشود، نماز دوام ده. همون آدم گذرنده گناهگار میشود. کسی به پیش نماز کسی میگذرد، حتی حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من 40 سال در یک جا راست ایستادن به عهده میگیرم، لیکن به پیش نمازخوان نمیگذرم از گناه وزنین بودن این.
برای کسی که نماز میخواند اول جای خودش را مناسب کند. یک جای بخواند که جای گذرگاه مردم نباشد و هر یک آدم گذرنده هم احتیاط کند به پیش آدم نمازخوان نگذارین که گناهگار میشوید. لیکن وقتی گذشتین شما گناهگار شدین، لیکن در نماز او هیچ خلل پیدا نشده است، هیچ نقص پیدا نشده است. اگر در کرته یا در سله صورت زنده باشد نماز خواندن درست است یا نه؟ داملای عزیز، البته که امروز روزی هست که روز اجابت دعا، شما دعا کنید که بابای ما چشمانشان بنا شوند. در کرته و در جای نماز و در سله و در کجای، در خانه و در کجایی که صورت باشد شما از ثواب نماز محروم هستید. اگرچه نماز شما باطل نشد، فاسد نشد، لیکن هیچ ثواب در اون نماز شما باقی نیست. خداوند این بابا را شفای کامل و شفای عاجل نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملا، آیا سلام دادن چی فضیلت دارد؟ این سوال ما در کسیتوی پیشین گفتگی هستیم که سلام چگونه باشد و چند ثواب دارد. میتونین هم کسیتوی پیشین نگاه کنین، انشاءالله همه فضیلت سلام در او وجود دارد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، از شما خواهش دارم که درباره حرمت نان یک دو سخن میگفتید، چون که در کوچه ها نان ریزه ها رو میبینیم که پرتافته شده است. گناه این چیست میگفتید؟ با احترام مخلص اشدی شما. البته هر یک نعمتی را که شما اگر با قدرش نرسین خداوند اون نعمت از شما میگیره. و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و ان کفرتم ان عذاب لشدید. خدا در سوره ابراهیم میگوید اگر هر نعمتی که من بر شما میدهم، چه از خوردنی باشد، چه از تنی صحت باشد، چه از نوشیدنی باشد، اگر با قدر او نرسیدید، شکرانه او را به جا آوردید، خداوند وی را از شما میستاند، میگیرد و عذاب خدا بالای شما سخت میشود. شکر کنی نعمتت افزون شود، ور نکنی از کفت بیرون شود. البته نانم یکی از نعمتهای خیلی قیمتی هست که تمام نعمتهای دنیا دل آدم میگیرد، لیکن نان نمیگیرد. در همه طعام، در همه حالت نان ما و شما خورده میتوانید. وقتی او را زیر پاکی پرتافتی، حتی در حدیث های همین هزار حدیث هم آمدگی است که پیغمبر خدا گفتن اکرم الخبز، شما نان را احترام کنید، نان احتیاط کنید. صد افسوس که امروز معرکه های ما و شما تماما توجه به نان نمیدیم. نانها در بالای دسترخوانها قاق میشوند، نانها در داخل دسترخوانها همون پوپنچک میگیم چی میگیم همونها میزند، پروا نداریم، اهمیت نمیدیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن، ما از شما خواهش میکنم که در جمعه آینده با ما امام عسکری جان را نقل کنید. راستی بار به حاجتم نیست و قصه این امام عسکری جان ما هم نمیدونیم. خدا رحمت و مغفرت چون کنه در کجای باشند، لیکن در همین موضع های ما و شما نیستن. اینا همین حضرت امیر سید علی حمدانی واقع هست. دیگر این عزیزوارهایی که در اطراف ما و شما نامهاشون نمیگیرن، اینا اکثریتش وجود ندارن در اینجا. اینا همش عرب هستن، همه اینها نبیره ها نواسه های پیغمبر خدا هستند. اینا از کجا به اینجا رسیدن؟ حتی همین حضرت سلطان ویس قرنی که این قدر مشهور است، اینا در حدیث های صحیح پیغمبر میگذارد که در جنگ حضرت علی کشته شدگی است، از جانب حضرت علی جنگیدگی است و در همین جنگ حضرت علی نابود شده است. و در وقتی که در اون مدینه که جنگ شدگی است، از مدینه به این خاولین غیر کی آورد؟ راستی بار من با حضور همون حضرت، لیکن سلطان ویس قرنی بسیار آدمی به نهایت به خدا نزدیک آدم بودن، زیرا پیغمبر خدا را ندیده بودن، لیکن پیغمبر خدا از سلطان ویس قرنی یاد کردگی هست. در حدیث میگذرد که ابوبکر را میگوید که ابوبکر تو وی را نمیبینی، لیکن عمر تو وی را میبینی و طلب کن که در حق شما دعا کند. این پیغمبر خدا در حدیث ها گفتگی است. از کجا میشناسیم؟ در همین کف دستش یک سفیدی هست، وقتی دیدین بدانین که وی سلطان ویس قرنی است.
و دعای او را قبول کنین و دعای او را بگیرین. این در حدیث ها میگذرد. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم، میخواهم جوابش را با پررگی گیرم. شخصی از خدا قسم خورد که من دیگر قماربازی نمیکنم، لیکن کرد، بگوید که گناهی و چیز. خدا در قرآن میگوید استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. با درستی این که عرق نوشی، میسر قماربازی، انصاب و ازلامش فالبینی و بت پرستی رجس من عمل شیطان، اینها پلید هستند، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر تو از عذاب خدا بخواهی که ایمن بیابی، از این 4 چیز دور شو، تو در عذاب خدای خودت گرفتار نمیشوی. کسی که قماربازی میکند البته به البته وای وارد دوزخ میگردد. کسی که عرق نوشی میکند وای وارد دوزخ میگردد. کسی بت پرستی میکند، فالبینی میکند وای وارد دوزخ میگردد. زیرا این عملهای پلیدی هستند که این بنده به آنها چنگ زده است. عیب است که وقتی که امروز فرزند مسلمان نماز میخواند، خدا میگوید، مسجد میگوید، باز قمار بازی میکند. از پول قمار باز شکار میکند، باز معرکه میکند، نان میکند، خیر احسان میکند که خداوند به این پول حرام احتیاج ندارد. فرزندها گرسنه و عائله ناآرام و این باشد قماربازی دارد. سلام داملای محترم، من میخواستم مصرع‌های شعر زیرین را تحلیل نمایید که با قلم محمد غایب نوشته شده است، ولی مضمون از اثرهای حضرت امیرجان گرفته شده است. زندگی از مرگ بهر هر مسلمان مشکل است، 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. و ما فهمانید که این 5 سختی کدام است. بغیر همین 5 کلمه دینی دیگر هیچ معنا نمیدهد. همین 5 سختی دیدن و طی کردن 6 منزل است. همین 5 سختی، این به همین 5 کلمه بسیار نزدیکی می‌آورد. اگر کدام لازم باشد بیاید از نزدیکتر انشاءالله تحلیل کردن میتیم که چی سختی ها دارد. یعنی به همین بنای مسلمانی، 5 بنای مسلمانی است. سوال اخیران میخونیم انشاءالله دعا میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، اولا مرا میبخشید چون که وقت شما رو میگیرم. خواهشمندم با همین سوالی من پره جواب گردانید. من شما را از برای خدا دوست میدارم. سوال من چنین است: حضرت رسول اکرم میفرماید هر شخصی که در هنگام شام شراب بنوشد و با همین حالت صبح کند مشقوق است. اگر صبح شراب بنوشد و با همین حالت سحر کند مشقوق است. چی معنی دارد؟ یعنی کسی که سحر شراب می نوشد تا بیگاه یا بیگاه می نوشد تا سحر وای مشقوق است، یعنی وای بدبخت است. وای بدبخت است کسی که روزی خود فقط به شراب خوری میگذراند. در جای دیگر می فرماید که هر کسی که فرد شرابخور را سلام دهد و با وی مصافحه کند، سلام کند، خداوند عملهای 40 ساله وی را ضایع میکند. خواهشمندم پره جواب دهید که چون که من در جای کار میکنم که زیاده از 40 نفر کارگر است، همه شراب می نوشند، تنها من نماز میخوانم، نماز جمعه می آیم، مرا ملا گفته تمسخر میکنند، کنی بیا ملا گفته میخندند. من چیکار کنم؟ سلام کنم نکنم؟ پس احوال من در نزد خداوند چی میشود؟ با احترام مخلص شما. سلام. راستی بار تا حد امکان اگر توانین از همین آدم های شراب نوش و تمسخری که میکنن از همین ها اعتراض کنین، دور باشین. چه همین آدم های عرق نوش و چه دیگر طایفه های بدکاری که هستند،
اگر چنین باز معامله و تمسخرانه به شما رفتار کنند، شما هم میتونید که با آنها تمسخرانه هم معامله کنید. سلام آنها هیچ حاجت هم ندارد وقتی که تو را اینقدر بی قدری میکنند. لیکن امروز صد افسوس که چیکار کنیم که اطراف همه ما و شما عبارت از شرابخور است و کار همه ما و شما در پیش همین شرابخورها البته میغلطد. مجبور میشویم که از آنها چیکار کنیم؟ حاجت طلب کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله این سوال باز جواب پره میگیم برای وقتم انجام یافت. و این جمعه یک برادرمان سنگ غفورزاده داماد مولانا 500 کیلو سیمین برای همین طهارت خانه آوردن. یک برادرمان اینجا عالم جان و سفر علی که خیشای برادر حاجی رجب علی هستند، اینا هم یک میکروفون برای همین مسجد آوردن و خواستن در حق ایشون دعا کنیم خدای مهربان و تمام این برادرایی که خیر احسان کردند و سوالها ارسال کردند، همگی را خدای مهربان عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگردانی و خیر احسانهایی که این برادرها کردند خدای به درگاهت مقبول بگردانی، دولتشون از زیاده بگردانی، خودشان و فرزندهاشون خدا عمر دراز و از جمیع آفتها در حفظ و امان خود نگه بداری. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.